تا وقتی کسی در کنارت هست خوب نگاهش کن. گاهی آدم‌ها آنقدر سریع می‌روند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت می‌گذارند. همیشه دیر می‌فهمیم، خیلی دیر، که چیزی در حال تمام شدن است. گاهی یک لحظه آفتاب در هوای سرد غنیمت می‌شود. خدا در مواقع سختی‌ها تنها پناه می‌شود. دیدن یک دوست و آشنا در تنهایی و غربت آرزو می‌شود. یک عزیز وقتی که از دست همه رفت عزیز می‌شود. یک دوست وقتی از دست می‌رود خوبی‌هایش عیان می‌شود. پاییز وقتی که تمام شد به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود. سلامتی وقتی که در بستر بیماری باشی آرزو می‌شود. یک لبخند وقتی که دل شکسته ای رویا می‌شود. تا می‌توانیم امروز تمام چیزها و آدم‌های اطرافمان را خوب نگاه کنیم و قدرشان را بدانیم. زندگی آنقدرها هم طولانی نیست.